ولقد عهدنا الى آدم، یقینا ما امر کرده بودیم به آدم علیه السلام من قبل و پیش ازی. عهدنا اینجا به معنای امر کردن به امرای چیست؟ پیمان است. با آدم علیه السلام من قبل و پیش ازی، فنسیه فراموش کرد آدم علیه السلام. ولم نجد له عزما، نیافتیم برای آدم علیه السلام قصد. امی خوردن درخت قصدن نکرده، آدم علیه السلام فراموش کرده. چرا فراموش کرده؟ فایده های این درخت شیطان در لباس یک دوست و خیرخواه آنقدر بیان کرده که قسم هم سرش خورده و برش گفته که میوه از این میوه حیاتی است، هر کس که از این میوه بخوره دایم در جنت باقی میمانه. اگر همی قدر تاکیدات کسی برات بکنه تو گناه را میکنی نمیکنی که بیخی گناه عظیم باشه میکنی، لیکن درساست. الله متعال آدم علیه السلام امی قسم پیدا کرده بود که بعد از درخت بخوره، به خاطر که در این نکته ها و مصلحت ها به انسان برملا شود. چیزی را که الله منع میکنه اگرچه در ظاهر خیلی دلربا، خیلی نفس انسان برش میل داره، در حقیقت در تاوان چیست؟ انسان است. و ابلیس همیشه چیزا را غلط و واژگون برات پیش میکنه. دنیا فانی است، لیکن برای تو چی میکنه؟ یک قدر چیزی مهم تلقی میکنه که هیچ پرسان نکو. شیطان کاری را برات پیش میکنه که او حقیقت نداشته باشه. این درخت به خوردنش مطلقی لباس انسان کشیده میشد، لیکن این میگفت نه، این زندگی جاودانی را برات نصیب میکنه. همینطور است، زنا را آنقدر برات خوب میکنه که هیچ پرسان نکو، لیکن پس آن که نعوذ بالله در زنا واقع شوی باز بعد از این طور پشیمان میکنه تا که پرسان نکو. شیطان یک دفعه در گناه واقع میکنه، باز بعد از اون مایوس میکنه از رحمت الله متعال، باز در سرحد میرسانه که تو باز احساس نمیکنی که ما مسلمان باقی ماندیم. از همون خاطر باز چی میگی؟ میگه بیا از خو کالا تر شده، بعد کلی تر شود، بعد من هر گناه را بکنم، بیا زود جهنم میرم. این گپا را نگوی. انسان خطا میشه. آدم علیه السلام خطا شده، پیغمبر از خطا شده، نسیان سرش آمده، سر موت میاد، سر موت شهوت ما غلبه میکنه، غریزه جنسی ما غلبه میکنه، نفس ما غلبه میکنه، شیطان غلبه میکنه. راه کدام است؟ آدم علیه السلام راه را بر ما چی کرده؟ نقشه کرده. آدم علیه السلام رجوع به سوی الله متعال کرده، توبه کشیده. ما توم توبه میکنیم، رجوع به سوی الله متعال میکنیم. ولی الله را ملامت نمیکنیم که چرا اینطور کرد، چرا مثل ابلیس واری کارو نمیکنیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، در آن وقتی که گفتیم برای ملائک سجده کنی لآدم، برای آدم علیه السلام سجده تعظیمی است. یکی سجده عبادت است، سود یک تاریخ برای کسی روا نشده. سجده عبادت، سجده تعظیمی غیر از شریعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. در دیگه شریعت ها سجده تعظیمی جایز بود. اولادی چیست؟ ملائک برای آدم علیه السلام کرده، برادر یوسف، پدر و مادر یوسف علیه السلام برای یوسف علیه السلام کرده. این را سجده تعظیمی میگه. خدا شریعت ما سجده تعظیمی ناروا شده. چرا؟ به خاطر که دیگه شریعت نمیاد که باز اصلاحات بکنه، به خاطر که از اینکه به خاطر سجده تعظیمی مردم در سجده چی عبادتی مبتلا نشوه. این را صد الذرایع میگه که ذریعه چی شوه؟ بند شوه. از او خاطر سجده ها جایز نیست. از امو خاطر این مردم ها تلبیس ابلیس میکنه. مردم ها میگه مردم شما در پیریتان که سجده میکنه او را معبود میدانه، سجده نماز وری میدانه. مردم میگه نه، میگه از او خاطر ناروا نیست. ما میگیم نارواست، ولو که به هر قسم تو سجده میکنی، هیچ سجده عبادتی نمیکنی، نارواست. در شریعت ما صد ذریعه شده. آن چیزی که وسیله میشه برای شرک و کفر او را حرام الله قرار داده. فسجدوا الا ابلیس، سجده کرد تمامی مگر ابلیس ابا، انکار کرد سجده کردن. فقلنا، ما گفتیم یا آدم و یا آدم علیه السلام این هذا عدو لک، ای شیطان دشمنی سرسخت توست. اشاره میکنه که آدم علیه السلام مبارزه حق و باطل دیگه بمی چی خلاص نمیشه. از زمان خلقت آدم علیه السلام شروع میشه تا زمان موسی علیه السلام، از موسی علیه السلام نه شروع تا روز قیامت حق و باطل همیشه در پیکار است. هذا عدو لک، دشمن برای تو هم است، ولی زوجک برای همسریتم. فلا یخرجنکما، شما را نکشه من الجنت، از جنت، فتشقا، در رنج و مشقت میفتی. ان لک، برای تو آدم علیه السلام در جنت الله تجوع، که تو گرسنه گرسنه شوی فی آده جنت، ولا تعرا، او تو برهنم نشوی، و انک تو لا تظمأ، تشنه نشوی فی آده جنت،
ولا تصحى ای حرارت آفتاب گرمی رم نیابی. فوسوس الیه الشیطان وسوسه کرد برای آدم علیه السلام شیطان. الله آدم علیه السلام خبر کرده که دشمن تان است، به هیچ وجه گپای ازیر متوجه باشی. الله متعال برای امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هوشیاری را چی برش اعلان میکنه، بیداری را. آدم علیه السلام که خیلی متیقظ و بیدار بود نمیخواست که وسوسه کنه شیطان، لیکن شیطان از کدام را کمین میگیره، چه قسم داخل میشه، به کدام شکل و صورت خدا خیرخواه اعلان میکنه. آدمی علی جا چی میگه؟ قال یا آدم هل ادلک، یا آدم علیه السلام راهنمایی کنم تو را علی شجرة الخلد، به درخت جاودان و همیشگی، و ملک بیتر پاچایی لا یبلا، که هیچ گونه نشو همیشه، همونطور پاچایی روزی اول واری باشه. فاکلا منها، خوردن آدم علیه السلام. آدمی خیرخواه بود او قسم سری نامی کی خورده بود؟ الله متعال خورده بود. از او خاطر چی کرد؟ باز چند وجه شده، هم فراموش کرده بود و هم اجتهاد در اجتهاد خطا شده بود، هم رغبت و میلش زیاد پیدا شده بود که تو باش بخورم که دیگه از جنت بیخی نبرایم، ما جاودانی شوم. فاکل منها، پس خوردن هر دو منها از همی درخت. فبدت لهم، آشکارا شد برای هر دو آدم و حوا علیهم السلام، سوآتهما، شرمگاه هایشان، عورتایشان، و طفقا، هر دویشان شروع کرد یخصفانه که می چسباندن علیهما بالای خود من ورق الجنت، از برگای باغ جنت. در اونجا که کدام برگا بوده، کدام برگا تعیینش قرآن کریم نکرده، خیلی مناسب برگای کیله، چرا که برگای کیله خیلی دور دراز است، میتونه که مثل این حیثیت چادر بر آدم بده. و عصا، تاخیر کرده آدم علیه السلام، آدم علیه السلام ربه، از پروردگار خود در اجرای امر. فغوا، پس گم کرد، پس چی کرد؟ گم کرد او را. در اینجا نسبت در قرآن کریم از عصا عصیان و غوا کجروی را میگه، اردور نسبتش به آدم علیه السلام شده. از امو خاطر قرطبی رحمه الله میگه که اینجا دوم سخن مهم ذکر کرده. اول خبر از مستقبل نداده، دوم اسم فاعل در اینجا استعمال نکرده، یعنی تو نگفته که و یعصی آدمو، آدم علیه السلام معصیت میکنه، و یغوا او چی؟ یغوی، کجرو میشه، و دیگه به صیغه اسم فاعل هم نکرده که عاصی و غاوی گفته باشه، بلکه از ماضی خبر داده. در ماضی که کدام گپ شده الله رجوع چی کرد؟ رحمت سرش کرده. از او خاطر با ما و تو مناسب نیسته تا وقتی که در ترجمه قرآن کریم نامده اید تو از خود بیرون در گپا نسبت عصیان و غوایت برای کی نکو؟ آدم علیه السلام نکو، ادب مراعات بکو. اصلا عصیان خو میگه مخالفت امر قصدن میگه، لیکن اینجا آدم علیه السلام قصد نکرده. چرا الان نسبت عصا را به آدم علیه السلام کرده؟ مفسرین نوشته میکنه که یک کار خلاف الاولا از یک آدم خیلی ورزیده این طور است مثل یک کار خیلی بزرگ از یک آدم غیر ورزیده شود. از امو خاطر علما میگه که چی هسته؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. مردمای نیک یک کار حسن میکنه، نیک میکنه، او برای او کسایی که خیلی مقرب به دربار الله متعال است، برای از او چی است؟ سیئه است. او طور آدم ها باید از این که بالاتر کار را انجام بده. آدم علیه السلام پیغمبر بود، باید از این که از نخوردن درخت کده بگوی بالاتر کار را انجام میداد. زمانی که همی کار کرد با وصفی که همی کار اگر کسی دیگه میکرد که بلا قصد بودی را عصیان گفته نمیشد. اما چون پیغمبر همیشه تایید و نصرتش از جانب الله متعال میشه، باز همی کار کرده، از او خاطر الله نسبت چی را کرد برش؟ عصیان و غوایت کرد، وگرنه او طور نسبت نمیشه. یک دوم مانا و عصا، تاخیر کرد آدم علیه السلام امر پروردگار خدا، یعنی امو امر که الله کرده بود که نخو خوردن کرد. فغوا، پس محروم شد از مقصد خود. با کدام مقصد که خوردن کرده بود او مقصد در دست نامد. او مقصدیشی بود که بخورم جاودان دائم در جنت باقی بمانم، لیکن از مقصد و هدف خود چی شد؟ فغوا، کج شد، هدف در دست نامد، کج شد از او.
ثم اجتباه بعد از او برگزید آدم علیه السلام را بو پروردگارش فتاب علیه رجوع رحمت کرد الله متعال بالای از او و هدایت کرد برش یعنی او مستقیم شد در راه که باز اینطور کار مرتکب تو کار نمیشه قال اهبطا منها الله متعال میگه پایین بروی اردویتان آدم و هوا علیهم السلام منها زمین جنت جمیعا تمامیتان بعضکم لبعض عدو بعضی از شما برای بعضی دیگران دشمن است ای اگر تنها آدم و هوا علیهم السلام باشه دشمنی در بین اولاد است اول ما میبینیم که برادر میکشه الله متعال فیصلهش همینطور شده و این فیصله برای امتحان ماست که چرا بکشیم برادره علتش پیدا کنیم اگر نیک اینجا مراد امر به آدم و شیطان باشه بازی خو برالاگه پس که شیطان و انسان مابین خود چی هستن دشمن است فاما یاتینکم منی هدی اگر بیای یقینا برایتان بیای از طرف ما هدایت یک پروگرامی که دو سبب هدایت باشه بیا برایتان فمن اتبع کسی کتابی داری میکنه هدایت هدایت ما هدایت الله وحی الله است که قرآن کریم است از او باید تابعداری شود فلا یضل اجگاه گمراه نمیشه فلا یضل گمراه نمیشه ولا یشقا رنجام نمیکشه در سختی و تکلیف هم واقع نمیشه و من اعرض عن ذکری کسی که اعراض میکنه روگردانی میکنه عن ذکری از قرآن کریم ما مراد از ذکر در اینجا کتاب الله متعال است چرا که پیش ما میتور بود هرگاه که برای تنامت هدایت ما که کتاب است پس شما باید تابعداری از او را بکنه هیچ وقت گمراه نمیشه حالی میگر کسی که اعراض از این کتاب ما میکنه اعراضا صورتای مختلف داره که پیش براتون گفتم فإن له یقینا برای تو آدم معیشتا زندگی کن خیلی تنگ زندگی تنگ است چه رقم تنگ است بعضی مردم ها که قرآن هیچ نمیخوانه اینطور زندگی مرفه داره که پرسان نکن زندگی تنها پوره شدن و فراوان شدن اسباب و وسایل مادی را نمیگه بلکه زندگی نام از او راحت و اطمینانی است که در قلب بر انسان حاصل میشه و این بس اوقات در حالی که اسباب ظاهری دنیا هیچ نیست اما همین اطمینان در قلب وجود داره آرام میگیره دلت مضطرب و پریشان نیستی این را مردم میگه زندگی افسوس است که این زندگی حقیقتش مردم نشناخته مردم فکر میکنه که همین اسباب و وسایل ظاهری راحت و عیش و عشرت همین زندگی است نه این زندگی نیست صاحب بلدینگ آسمان خراش که در اونجا ببینه اگر مرض سرطان گرفته باشه سخت رنج میبره این زندگی نیست از همون خاطر بهترین زندگی است که قلب انسان مطمئن شود و خوش باشه او کی میشه زمانی که آدم مکمل تابعدار نظام الله متعال باشه 24 ساعت زندگی خدا مطابق کتاب الله میکنه این همی آدم قلبش خوش میباشه نماز که میخوانی اینقدر فرحت و خوشحالی برات نصیب میشه که هیچ پرسان نکن روزه را که افطار میکنی چقدر خوشوقت میشی تلاوت قرآن که میکنی بسیار خوش میباشی تو میگی دعوا پرواز کنم ایره اطمینان میگه ایره زندگی میگه اما کسی که از قرآن دور میشه اعراض میکنه این اطمینان برش حاصل نیست دنیای اروپا مکمل اسباب و وسایل راحت برش مهیاست اما وقتی که آمارگیری خودکشی را بکنین در بین یک مملکت اسلامی و دنیای غرب بگوی 60 برابر اضافه است کی میباشه از او مردم میباشه چرا استراب و پریشانی سری از وا هست این اسباب و وسایل مادی امی اطمینان برشان آورده نمیتونه فإن له معیشة ضنکا و نحشره حشر میکنیم جمع میکنیم میره و نحشره جمع میکنیم میره یوم القیامت در روز قیامت اعما کور رای جنت پیدا کردن نمیتونه قال رب لما حشرتنی مردکه میگه پروردگار چرا مرا حشر کردی بلند کردی یا جمع کردی در میدان اعما کور و قد کنت بصیرا من خود چشما در دنیا داشتم قال كذلك اتتك الله متعال میگه این می رقم آمده بود برات آیاتنا دلایل توحید و یکتاپرستی ما فنسیت و تو ترک کرده بودی در باد فراموشی گذاشته بودی هیچ توجه برش نکردی و كذلك اليوم این امروزم تنسا تو همینطور گذاشته میشی مست که فراموش شده باشی و كذلك نجزی من اسرفه این قسم ما باداش میدیم کسی را اسرفه که از حد گذاشته یعنی شرک کرده ولم یؤمن بآیات ربی عقیده نکرده با آیات پروردگاری خیش یعنی به دلایل توحید ربی خود عقیده نداره
ولعذاب الاخرت اشد و ابقا، عذاب آخرت خیلی سخت است و خیلی پایدار است. افلم یهدی لهم، آیا نفهمیدن، علم برشان حاصل نشده؟ کم اهلکنا قبلهم، باید این مردم ها میفهمید، قومای سابقه را در نظر میگرفت، عبرت میگرفت. آیا معلوم نشده که کم اهلکنا، چقدر ما هلاک کردیم قبلهم پیش از یا، من القرون، از گروه ها را، یمشونه که گردش میکردن، میگشتن فی مساکنهم، در آبادی های خود، رفت و آمد داشتن، ازدحامات زیاد بود، مثل که حالی همونطور است. لیکن کجا شدن اون مردم عالی؟ این فی ذلک، یقینا در هلاکتیتون مردمایی که آبادی های زیاد داشتن، گشت و گذار زیاد داشتن، امروز نام و نشان دیده نمیشه. دلیل آیات، بسیار نشان های قدرت الله، دلایل توحید و یکتا پرستی الله است. این فی ذلک، یقینا دلیل آیات، دلایل توحید الله لأولی النهی، به صاحبان عقل است. کسی که عقل داره، تعامل میکنه، فکر میکنه، دینمی هلاکتی قومای سابقه عبرت کامل برش است که من باید مخالفتی فرمان الله را نکنم در وقت و وعده الله متعال، در وقت و وعده ای که الله برام نصیب کرده فرصت زمانم تعامل بکنم، حقیقتا بشناسم. ولولا کلمتون سبقت، جنایاتی مردم و سرکشی مردم تقاضا میکنه که زود عذاب دامنگیرشان شوه، لیکن فیصله الله متعال پیش رفته، یارا عذاب آوردن، یارا گرفتشاند زود نمیکنه، بلکه تاریخ الله برش مقرر کرده. ولولا کلمتون، اگر نمی بود کلمه یعنی فیصله از طرف الله سبقت پیش تیر شده، من ربک، از جانب پروردگارت، لکان لزاما، بود همی تصادم یا آمدن عذاب، هلاک کردنی مردم، لزاما خامخا حتمی، و اجل مسمى، و اگر نمی بود ولولا کلمتون سبقت، ولولا اجل مسمى، اگر فیصله الله نمی بود در مورد از یا که الله متعال زود یاره نمیگیره، بلکه در آخر یاره عذاب میده. یک دوم، اگر زر الله تیر نمیشد، تاریخ مقرر و معلوم که دینی تاریخ عذاب برش میآید، زودی که در سر از یا عذاب می آورد، به خاطر که خیلی سرکشی کردن. فاصبر علی ما یقولون، این می نتیجه درس است. پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه داستان موسی علیه السلام در پیش روی تیر شد، انواع مصائب و تکالیف دیده، آخر الامر ترک کرده واره. این می قسم فاصبر، تو صبر بکو، علی ما یقولون، با این گفتارای مردم که کسی صابی و کسی مفتری، کسی ساحر، کسی کاهن، کسی شاعر برد گفته رایسته، خیر از پروانه داره. و سبح بحمد ربک، با پاکیات کو پروردگاره، با امرای ثنای پروردگارت، قبل طلوع شمس، پیش از برآمدن آفتاب که نماز صبح است، و قبل غروبها، پیش از غروب آفتاب که نماز دیگر است، و من آناء اللیل، از ساعتهای شب که شام و خفتن است، فسبح، تو به پاکیات کو الله را، و اطراف النهار، در دو طرف نهار روز که یکی پیشین دیگه چی است دیگر، لعلک ترضی، شاید که تو خوش شوی، تو بالکل راضی شوی، عبادت الله را به وجه درست بکو، الله متعال برای تو چیز نصیب میکنه که بالکل تو راضی باشی. ولا تمدن، ندوزی عینیک، دو چشمایت، الی ما، با آن چیزی که متعنا، ما بهره‌مند ساختیم، فایده دادیم، به بمو چیز، ازواجن، جماعت های مختلفی مردم ها را، گروه های مختلفی از یار ما منفعت دادیم، نفع دادیم توسط و مال و متاع دنیا. چی است؟ ازواجا منهم، به جماعت های مختلفی از یا، زهرت الحیات الدنیا، ای از قسم آرایش زندگی دنیا، لنفتنهم، به خاطر که یاره در امتحان بندازم، که امتحان کنم یاره فیه دینمی رونق چیز، زیبایی دنیا، آرایش دنیا، که مردم آرایش یاره فریب میده، بالکل وابسته به دنیا میشه، یعنی که نه. و رزق ربک خیرون، روزی پروردگار تو خیلی بهتر است و ابقا پایدار است. پشت مال متاع دنیا، زیب و زینت دنیا نگردی، نگوی که فلان این چیز برش حاصل شده. و امر اهلک بالصلاة، امر بکو اهل خدا به نماز. چقدر درس مهم است. الله متعال پیغمبر ما را میگه در مال متاع و زیب و زینت دنیای مردم نبینید، چشمای دور نخورد، ذهنت نگرده که برای ما کاش که همینطور باشه. چرا؟ یا کلش محل امتحان، الله در امتحان یاره انداخته
که چی میکنه این مردما بندگی نمی چیزا را میکنه، خود دایی تسلیم میکنه، یعنی که الله دا یادش است. این کلش امتحانات الله متعال است. و امر اهلک، امر بکو با اهل خدا بسولات، به نماز خواندن، واصطبر علیها، مداومت بکو، صبر بکو بالای نماز خواندن. طاعتی که وا میکنه خب منظم باشه. امو رقم لا نسألک رزقا، ما خواست تو رزق طلب نکردیم که حالا برای من روزی پیدا کرده برو ما از تو روزی را طلب کردیم، از تو عبادت را طلب کردیم، رای کامیابی را حاصل شدن برات خواستیم. والعاقبت للتقوی، انجام نیک انجام برای تقواست. هر کس که تقوا داره انجام نیک برای ازواست. نحن نرزقک لا نسألک رزق، از تو درخواست رزق نمی کنیم که تو شو و روز دویده رویستی، شو و روز درخواست رزق از تو کردیم، کلی مردم تو روزی میدی، یک کمی وقتی تا ترجمه بده، در عبادت الله بده. نحن نرزقک، ما تو را روزی میدیم. مردمایی را میبینیم که از وادی نماز تا شام با محنت و مشقت اول است، لیکن در آخر روز هیچ کدام برکت و هیچ کدام فایده برش نآمده. یک کسی است در دکان یک ساعت میآید، الله متعال چیسته معامله یا فایده یک روزی کسی دیگری را چی میکنه؟ الله برش نصیب میکنه. والعاقبت للتقوی، انجام نیک برای تقوا است. و قالوا، گفتن لولا یأتینا، در اعتراض بالای پیغمبر علیه السلام چرا آوردن نمیکنه نمیاره، بیایت من ربی، بمو معجزه فرمایشی ما از جانب پروردگار خود بر ما بیاره. اولم تاتیم، الله میگه چی میکنی معجزه دیگره، آیا براتون کفایت نمیکنه؟ آیا نامده برشان بینتون، معجزه آشکارا، ما آن چیزی که فی صحف الاولا، در صحیفه های اولی تذکره و یادی از او رفته که قرآن کریم است، آیا برشان نامده؟ ولو ان اهلکناهم بعذاب، اگر ما یاره هلاک بکنیم به عذاب من قبلی، پیش از آمدن معجزه، لقال میگوی ربنا، پروردگار، پیش از آمدن پیغمبر، دعوت پیغمبر، این مردم باز انتقاد میکنه، میگه چی میگه؟ لقالوا ربنا، میگه پروردگار ما، لولا ارسلت الینا، چرا پیغمبر روان نکردی، رسولا پیغمبر برای ما، فنتبع آیاتک، که ما تابعداری آیاتای تو را بکنیم، من قبل ان نذل و نخزا، پیش از که ما ذلیل شویم رسوا شویم. قل، بگوی پیغمبر علیه السلام، کل متربص، تمامی ما و شما در انتظار هستیم، کلگی انتظار میکشه، فتربصوا، شما انتظار بکشه، فستعلمون، زود است که بدانی من اصحاب الصراط السویه، کیست صاحبای رای برابر مستقیم، کدام مردم است، و من اهتدا، کیست به هدایت این تفکیک شوه. اونجا این حالت ها آمده، پیغمبر با امرای دلایل آمده، آلی تفکیک شده میره که کی تابعداری پیغمبر میکنه، کی رای مخالفت در پیش میگیره. آلی دیگر دو فریق در انتظار است که کدامشان در راه درست روان است، سعادت حاصل کرده، و کدام بدبخت شده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.